چهاربینی با تانتانه بخشیده به این سنه سید خاطرمان و تاریخی یعنی روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در قصر فرهنگ شهر کانیبادام با اشتراک رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، مقامات قدرتی، تشکیلات و مؤسسه ها، سابقه‌داران مهنت و جوانان و فعالان شهر برگزار گردید. در این همایش معاون رئیس ولایت شرکت ورزیده نامه تبریکاتی رئیس ولایت رجب احمدزاده را به این سنه فرخنده و تاریخی قرائت نمود. قید کرده شد که محض نقش عمیق و تقدیرسازی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بود که در آن روزهای مدهش و با ورطه هلاکت آورده ملت و دولت تاجیک با جسارت، اراده مستحکم، دوراندیشی و خردمندی دولت و ملت را از نابودشوی نجات داد، وحدت و یگانگی خلق را به میان آورد، مملکت را به صلح و ثبات، آرامی و آسودگی، پیشبرد اقتصادی و اجتماعی و سرسبزی کشور آورده رسانید. ذکر گردید که در تاریخ هر ملت رویدادهایی هستند که نه تنها تقدیر یک دولت الهیده را بلکه به سرنوشت تمام منطقه و حتی جهان تاثیر عمیق میگذارد. برای مردم تاجیک چنین رویدادها به سالهای پرآشوب جنگ شهروندی و سختی و دشواری و به زمان راست می آید که سرنوشت و تقدیر ملت را به دست مرد اراده و جسارت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سپارید. امروز بیش از 13 سال پس از آن روزها مردم با افتخار سرور خود را نه تنها معمار صلح و وحدت ملی بلکه حامی صلح جهان می‌دانند. تاجیکستان در عرصه بین المللی همچون کشوری پیشرفت در راه پیشگیری و حل اختلافات داخلی شناخته می شود. عمیق‌تر از آن پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همچون معمار این صلح امروز آبروی بلند دارند. در خاتمه برنامه کلان فرهنگی که وصف کننده صلح و وحدت، یکدلی و یکمرامی خلق، افتخار از دولت و دولتداری و آبادی وطن بودند، به این چاره‌بینی تنتنوی شکوه و شهامت ضم نمود.